салом бинандаҳои азизи радиои озодӣ. беҳном бонӣ овозхони эроние ки феълан дар тоҷикистон барои баргузории як консерт омадааст, омодаи суҳбат бо радиои озодӣ аст. хуш омадед ба тоҷикистон ва ду рӯзе ки дар душанбе ҳастед. Аз чӣ хушатон омад ва чиро дидед ки бароятон бисёр ҷолиб буд? خیلی ممنونم. من بهنام بانی هستم. خیلی خوشبختم از آشنایی با مردم عزیز تاجیکستان. خوشحالم که اینقدر اینجا موزیکای منو گوش میدن و اینقدر خاطره ساختن با آهنگام و خوشحالم که در تاجیکستان هستیم. امیدوارم که فردا 3 سپتامبر یه اجرای خیلی خوب داشته باشیم در شهر دوشنبه. همه چیز اینجا قشنگه. اینجا هم مردم انرژی خیلی خوبی دارن، هم از همه جذابتر برای من این که همشون همزبانن با من و همه فارسی زبانن و این برای من خیلی جذاب بود. خوشحالم که اینجاییم. امیدوارم این کنسرت خیلی خوب باشه. چیزی که خیلی به چشم اومد این بود که خیلی جاهایی که مختلف رفتیم احساس کردم که خیلی مردم اهل شادی هن، اهل موسیقی هن و خیلی دوست دارن موسیقی رو و این فوق العاده است. خیلی خوشحالم این موضوع. باری اول بود در تاجیکستان هستید و آیا واقعا اون تأثیراتی که داشتید و امیدی که داشتید با این شکل پیشواز میگیرن دیده شد یا نه؟ ببینید من اولین باری که اومدم اینجا، ولی خب قبلش همکارای من اومده بودن، همیشه تعریف میکردن از تاجیکستان، از مهمون نوازی مردم، از انرژی خوب مردم و دقیقاً همین اتفاق افتاد اینجا. حالا که هنوز کنسرت نذاشتیم، هنوز اجرا نکردیم، ان شاءالله از فردا که اجرا کردیم نظر کاملمو میتونم راجبش بدم. ولی خب از قبلش همیشه هم استوری میذاشتن، هم برای من پستینا میفرستادن اینجا این جاهایی که مثلا تو شادی ها، تو عروسی ها از آهنگای من استفاده میشد، برای من جذاب بود. تو این 2 روزی هم که اومدم خیلی جاها دیدم اینو و خیلی به چشمم اومده. خوشحالم از این موضوع. شما یکی از آوازخوان‌های موفق بین جوانان هستید و فعلا با آوازخوان‌های تاجیک به ویژه با کی‌ها همکاری دارید؟ والا همکاری که نداشتیم متاسفانه، چون یه سری محدودیت ها هست، هنوز نتونستیم فعالیت های برون مرزی انجام بدیم، اما اگر بشه حتما صحبت میکنیم، رایزنی بشه اگر شد حتما، چون یکی از وجه اشتراکی که بین ما هنرمندا هست بین ایران و تاجیکستان اینه که ما میتونیم همزبانانه یه آهنگ خیلی خوب بخونیم. حتما اگر موقعیتش بشه این اتفاق رقم میزنیم و امیدوارم که یه آهنگ خیلی خوب بشه که همه سالها باش خاطره بسازن، از اون بمونه به جای انشالله. نظر شما با مناسبت‌های میان تاجیکستان و ایران چی است که در گذشته سرد بود و حالا به گرمی گراییده است؟ خوشحالم از این موضوع. همیشه ما دوست داریم کل دنیا صلح باشه. اینکه این اتفاق هم افتاد برای من خیلی شیرین و خوشحالم که اومدیم به هر حال در شهر تاجیکستان و اینجا هم می‌بینیم که همه چیز یه جورایی فارسیه، یعنی اسم خیابونا اسم شاعرای ماست، رودکی، حافظ، اغلب جاهایی که میریم عکساشون رو می‌بینیم و این خیلی زیباست برای من. خیلی قشنگه. امیدوارم که همیشه همه جای دنیا صلح باشه، نه فقط بین ماها. همیشه هیچ جای دنیا جنگ نباشه، همیشه سلامتی باشه و صلح. حالا که در تاجیکستان هستید نمیخواهید در شهر و ناحیه‌های دیگری تاجیکستان کنسرت برگزار کنید؟ چرا، مطمئنا همینطوره. به من پیشنهادش هم شد حتی برای شهرهای مختلف تاجیکستان، ولی خب توی موقعیت بهتر میایم دوباره حتما. الان یه جورایی برای تست اومدیم یه اجرا بکنیم، اومدیم مثلا فضا با جو و انرژیشون آشنا بشیم. حتما دوباره میایم تو تمام شهرهای تاجیکستان ان شاءالله کنسرت میذاریم با روزهای بیشتر. به هر حال شما از آوازخوان‌هایی هستید که به واسطه در خود ایران زندگی میکنید و ترانه میسرایید و الکی موفق شدید. با فکر شما یک آوازخوان در ایران تا کجا میتواند بسیار آزاد موفق باشد؟ مطمئنا یه سری محدودیت ها هست برای ما، به خاطر حالا اینکه هر ترانه رو نمیتونیم بخونیم و این محدودیت ها یه ذره دست و بالمون رو میبنده، ولی مطمئنا هر کسی که تلاش بکنه، زحمت بکشه برای این مسیر میتونه موفق بشه. یه روزی موفقیت اتفاق میفته و اون در امیده که آخرین در باز میشه و تو رو امیدوار میکنه به ادامه مسیر پرقدرت ادامه بدیم که انشالله بتونیم بین المللی تو کل دنیا این اتفاق رقم بخوره. الان من خدا رو شکر خوشحالم که میبینم جاهای مختلف دنیا، حالا هم هموطنام هم همزبانام دارن آهنگامو گوش میدن و این برای من باعث افتخاره. آرزو میکنم که هر چه زودتر بیایم تمام دنیا باهاتون همخون بشیم و کنسرت بذاریم انشالله.
خودی شما از ترانه‌های آوازخوان‌های تاجیک گوش میکنید و میدونید در تاجیکستان کدام آوازخوان موفق‌تر است یا سرودش برای شما پسند باشد؟ ببینید تو این چند دو روزی که اینجا بودم به هر حال گوش دادم چند تا موزیک خیلی هم نزدیک موزیکامون به هم دیگه یه جورایی، حالا یه سبکایش به ما نزدیک هست، ولی خانم شبنم ثریا رو من صداشون رو شنیدم و دو سه تا آهنگ شاد دیگه هم تو این چند روز گوش دادم. ای یار بیا دلدار بیا، خیلی دوست داشتم این آهنگو. آهنگ شبنم ثریا بودین؟ آهنگ خودشون بود، پس خیلی عالیه دیگه. درست گفتم. ببینید شما فعلا در ایرانید، اما این اندیشه وجود دارد که آوازخوان‌های ایرانی که ترک ایران میکنند تدریجاً معنی ترانه‌های پرمضمون خود را از دست میدهند و در خارج از ایران چندان ترانه‌های موفق تهیه نمی‌کنند. نظر شما با این اندیشه چی است؟ ما سعی می‌کنیم، حالا من خودم تو تمام ترک‌هایی که خوندم به همراه حامد برادران و اون اتاق فکری که داریم، همیشه سعیمون این بوده که ترانه‌هایی رو انتخاب بکنیم که موندگار باشه. اینجوری نباشه که تو گذری 2 ماه 3 ماه گوش بدی و دیگه اون موزیکا رو مثلا گوش ندی. ترجیحمون این بوده که موزیکامون اینجوری باشه که هم همه قشر سنی ها گوش بدن، از بچه ها، از جوان ها، از اونایی که مسن‌ترن و این برای من خیلی خوشحال کننده است که میبینم این اتفاق افتاده. کلا شعر و ترانه خیلی مهمه برای یک موزیک، چون میتونه به موندگار شدن اون موزیک کمک بکنه. می توانید برای بیننده های رادیو آزادی یکی از ترانه هایتان رو با صدای زنده بخونید؟ یه تیکش رو براتون میخونم چون اون برام خوندم. با افتخار تقدیم میکنم به همه همزبانان عزیزم در تاجیکستان. دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمان غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه، خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و قلبم دیگه قید همه رو بزن. تشکر. متن ترانه هایتان رو از کدام شاعر انتخاب میکنید؟ من تمام 15 ترک آخرم از کارن موسویه، یک ترانه‌سرای خیلی خوب که به تایید حامد برادران این اتفاق افتاد و این همکاری صورت گرفت و خیلی هم آرزو موفقیت میکنم واسش. کارن عالیه. خیلی خوشحال شدم که اینجام و خوشحال شدم که اینقدر مردم پر انرژی رو در تاجیکستان و دوشنبه دیدم. به امید دیدارتون خیلی زود تو همه شهرهای تاجیکستان ان شاءالله بیام کنسرت بذاریم. فردا هم که ان شاءالله اجرای خیلی خوب داشته باشیم اینجا. تشکر برای یک صحبت. خوش آمدید به تاجیکستان. سلامت باشید.